من اصلا هیچ دیکتاتوری را دوست نمیدارم. اینم با صراحت میگم تا اینکه بفهمید. تا امروز هیچ دیکتاتوری برای من هیچ ارزشی ندارد. اون هر کسی باشد. وقتی که مهلت پرزیدنتی به انجام رسید بود دوباره برای وظیفه تمام. تو چیکار کرده نکرده وظیفت بود انجامش دادی. درست است که نظربایف اقتداری بیشتر داشت. اگرچند که دزدی از همه در کلان آسیای مرکزی نورسلطان نظربایف است، ولی لااقل 30% یا 40% برای مردم شکر، 30-40% برای مردم شکر. رنگ رحمانوف 95% چه خودش گرفت، 5% چه برای مردم کرد. همونم با کار میکنه که همون را از دست مردم بزنه بگیره. یعنی هیچی نمیکنه این خونه سوخته به ایمونی امال رحمانوف. برای چی؟ برای اینکه دزد این آدم گشنه تمام شده کلان شده. این آدم شیر با یعنی که جرغات ارلاش کرده، سلندرین روز نو ارلاش کرده، اوقات خورده گشته، سنگش کستگی زندگی کرده. این آدم واپس نمیدونه زندگی، نمیدونه زندگی چی بود، نمیدونست که دولت چیه، دولتداری چیه، خونه چیه. شیف بالای خونهشون من طعنه کردنی نیستم، من گفتنی نیستم که قشاق بودن یا که کمبغل بودن یگون چیزی عیب است. نه، این گپ نیست. این گپ اصلا ما یگون یعنی که تحقیر نکردیم یگون کمبغله. ولی رحمانوف یک شخصی که در همون زندگی داشت ولی فعلا امروز اومد، این دیگه رفتنی نیست اصلا. یا آدمی که بالای خونهشون میبرمدن هر یک سرویس پس میبرمدن اندواش میکن که در بالای سرمون او نریزه. آدمی که شیفرشون روی کرد همون را گرفتن زندان کردن، بچه‌هاش پرابلم کردن، خچته به هزار مصیبت و پرابلم گرفتن دختن. برای رحمانوف با خوبی را نیست. رحمانوف هر کسی با او خوبی کرد او را از بین برد. رحمانوف به هیچ کس نیتی خیر نداره، یک انسان قصدگیر است. خب نظربایف خدمت‌های برای ملت و مردمش 30-40% انجام داد، ولی رحمانوف 95% چه خودش گرفت، 5% چه برای مردم داد. همون هم با توسط سبکاش میخواه که بکشه از مردم بکنه بگیره با هر راه و وسیله است. این گپ دروغ نیست، این گپ از خودتون دیدستی. من یگون سیاره دیگه ناومدم، شما یگون سیاره دیگه نیستی. هممون تاجیکستانیم، شهروند تاجیکستانیم. دیده هستیم که وضعیت اگر در روسیه هم قرار داشته باشد میبینید که رحمانوف و عائله او این ملت و مردم به کدام حالت و به کدام روز رسانده است.